تو مغولستان مهمون بودن یعنی ورود به دنیای پر از شک و باور نکردنی، جایی که ممکنه خانواده ها برای احترام دخترشون رو بهت پیشکشی کنه. زنها آزادانه چندین عاشق رو برای خودشون انتخاب میکنن و مردها وسط سفر ازدواج موقتی میکنن و حتی شروع زندگی مشترک با ربودن عروس اتفاق میافته. مغولستان سرزمینیه که رأس‌هاش مثل یک شوک الکتریکی کاری میکنه که آدم سر جای خودش خشکش بزنه. اما قبل از اینکه بریم سراغ این رسم‌های عجیب، بیاین یکمی بیشتر در مورد مغولستان بدونیم. مغولستان سرزمینی که اکثریت جمعیت اون اشاعره‌ن. تصور کن دشت‌های بی‌انتها زیر آسمون آبی که تا چشم کار میکنه کشیده شده و میان این دشت‌ها چادرهای پراکنده‌ای دیده میشن که زندگی رو به جریان انداختن. اینجا مغولستانه، جایی که هنوز هم بیشتر مردمش اشاعره‌ن. خانواده‌ها با گله‌هاشون کوچ میکنن، هر فصل به سمتی میرن و زندگیشون مثل گذشته‌های دور ادامه داره. انگار تاریخ نه توی کتاب‌ها بلکه همینجا هنوز زنده است. سرزمینی در دل آسیای میانه، دور و بکر. مغولستان مثل نقطه‌ای گم شده در دل آسیای میانه است. نه سر و صدای شهرهای مدرن، نه برج‌های بلند، فقط دشت، کوه و آسمون. این سرزمین به خاطر دور بودنش از هیاهوی جهان مثل یه دنیای بکر و دست نخورده باقی مونده. هر گوشش یه تابلوی نقاشی، کوههای مه‌آلود، بیابون‌های داغ و آسمونی پر از ابرهای شناور. سفری به این کشور مثل عبور از مرز واقعیت و ورود به دنیای افسانه هاست. اما وسط این دشت‌های پهناور خونه‌های گرد و سفیدی دیده میشن که به اونا گر یا یورت میگن. از بیرون مثل لکه‌های سفید روی بوم نقاشی دیده میشن، ولی از داخل پر از زندگی و گرما هستند. اجاقی که در مرکز میسوزه، فرش‌های دستباف رنگی و بوی شیر تازه داغ که فضا رو پر کرده. این یورت‌ها فقط پناهگاه نیستند، بلکه نشونه‌ای از روح آزاد و زندگی کوچ‌نشینی مغول‌ها هستند. روی دشت‌های سبز گله‌های عظیم یاک حرکت می‌کنند. حیواناتی با موهای بلند و شاخهای خمیده. وقتی باد سرد میوزه، موهای پرپشتیشون مثل امواج سیاه و سفید توی هوا میرقصه. یاک‌ها برای مغول‌ها همه چیزن. شیرشون نوشیدنیه، کره‌شون غذا، موهاشون لباس و گرما و حتی بدن قویشون وسیله‌ای برای سفره. نگاه کردن به حرکت این گله‌ها روی دشت مثل تماشای یک نقاشی زنده از زندگی باستانیه. اینجا مردم به مهمون نوازی معروفند. در مغولستان در هیچ خونه‌ای قفل نیست، همیشه نیمه بازه، همیشه آماده برای مهمون. این رسم از هزاران سال پیش باقی مونده، چون مهمون در اینجا مقدسه. مسافرایی که به مغولستان میان انگار وارد یه موزه زنده میشن. سوار بر اسب در دشت‌های بی‌انتها، شب‌ها در دل یورت‌ها کنار آتیش و روزها در میان کوه‌ها و بیابون‌ها. صحرای گوبی با شن‌های طلایی و آسمون پرستاره یکی از همون منظره‌هایی که هر کسی رو به سکوت وامی داره. سفر به این کشور مثل رفتن به یه نمایشگاه نقاشیه. هر صحنه‌اش پر از رنگ و حس و زندگیه. در میان این همه زیبایی، سایه نامی بزرگ همیشه حضور داره. چنگیزخان، جنگاوری که از همین دشت‌ها برخاست و امپراتوری ساخت که جهان را لرزوند. مجسمه‌ها و یادبودهاش همه جا هستند و داستان‌های زندگیش هنوز کنار آتیش تعریف میشه. تاریخ اینجا نه روی کاغذ بلکه توی نفس زمین و نگاه مردم جاریه. اما افسانه‌های جالبی هم اینجا وجود داره. در میان کوه‌های مغولستان خالدون جایگاهی ویژه داره. مردم میگن چنگیزخان همینجا به دنیا اومده. باور قدیمی میگه هر کس دست راستشو به سنگ‌های این کوه بزنه خوشبختی به سراغش میاد. وقتی مه روی دامنه‌های کوه میپیچه انگار روح تاریخ رو میبینی که بالای صخره‌ها پرسه میزنه. خالدون فقط یک کوه نیست، یک افسانه زنده است. و شاید با شکوه‌ترین تصویر از مغولستان مردی سوار بر اسبه که عقاب عظیمی روی بازوش نشسته. عقاب بالهاشو باز میکنه و با فریادهای بلند اوج میگیره و روی شکار شیرجه میزنه. سنت شکار با عقاب‌های طلایی نمایشی از اتحاد انسان و طبیعته. سنتی که قرن‌هاست ادامه داره. تماشای این صحنه مثل دیدن تابلوی زنده از قدرت، زیبایی و آزادیه. اما این تازه گوشه‌ای از شگفتی‌های مغولستان بود. عجیب‌ترین بخش‌ها هنوز موندن، مثل سنت باور نکردنی هدیه دادن دخترها به مهموناشون که هنوز در تاریخ و فرهنگ این مردم مطرحه. اگه میخوای وارد دنیای عجیب‌تر و رازآلودتر مغولستان بشی،
و داستان این سنت رو هم ببینی ادامه ویدیوهای ما رو از دست نده. یکی از شگفتی‌های مغولستان اینه که مردمش فقط به اسب‌ها بسنده نکردن. اونا از گذشته تا امروز برای رفت و آمد توی جنگل‌های سرد شمالی روی گوزن‌های بزرگ سوار میشن. این صحنه دقیقاً مثل داستان‌های فانتزیه. آدم‌هایی با لباس‌های سنتی در حالی که روی گوزن‌های عظیم و جثه حرکت می‌کنند. این پیوند با طبیعت یکی از رازهای بقا در سرزمینیه که زمستون‌هاش بی‌رحمانه. اما رژیم غذایی مردم مغولستان هم به اندازه زندگیشون غیرمعمول و غافلگیر کننده است. شیر یاک یکی از مهمترین نوشیدنی‌هاشونه، پر از انرژی و چربی برای دوام آوردن در سرمای وحشتناک. اما عجیبتر از اون نوشیدنیه که از گوجه فرنگی، سرکه و مایعی گرفته شده از چشم گوسفند درست میشه. ترکیبی که برای ما شاید شوکه کننده باشه، ولی برای اونا یه غذای مقوی و سنتیه. به این نوشیدنی آب چشم گوسفند میگه. هر سال در ماه جولای مغولستان پر از شور و هیجان میشه. جشنواره بزرگ نادم برگزار میشه و مردم از سراسر جهان برای تماشای اون میان. مسابقاتی مثل کشتی سنتی، تیراندازی با کمان و اسب‌سواری برگزار میشه. اسب‌سواری در مغولستان چیزی فراتر از یک ورزش ساده است. اینجا حس می‌کنی به دوران قبل از اختراع ماشین برگشتی، جایی که اسب حکم بال پرواز رو داره. یکی از عجیب‌ترین رسوم این قوم سنت حموم نکردنه. یکی از عجیب‌ترین باورهای مردم مغول اینه که حمام کردن خدایان رو ناراحت می‌کنه. همین باور باعث میشه در گذشته خیلی‌ها کمتر سراغ شستشو برن. این رسم به دوران چنگیزخان برمیگرده، جایی که حتی بدن عرق کرده و لباسهای کثیف رهبر مغول‌ها به عنوان هدیه‌ای مقدس نگهداری می‌شده. اونها باور داشتن هرچه بوی تن فرد تندتر باشه، قدرتش هم بیشتره. سال نو در مغولستان با رنگ و بوی خاصی جشن گرفته میشه. خانواده‌ها دور هم جمع میشن، لباسهای تازه میپوشن و به دیدار بزرگتران میرن. مراسمی پر از غذاهای محلی، نوشیدنی‌های مقوی و دعا برای سالی پر از خوشبختی. این جشن ترکیبی از شادی، موسیقی سنتی و رقص‌های قدیمیه که نشون میده مغول‌ها چقدر به ریشه‌های خودشون وفادارن. اما یکی از عجیب‌ترین و باور نکردنی‌ترین سنت‌های این قوم پیشکش کردن دختران خانواده به مهمونا بوده. در تاریخ و فرهنگ مغولستان یکی از رسوم عجیب پیشکش کردن دختران خانواده به مهمونا بوده. هرچند امروز این سنت خیلی کم رنگ شده، اما در گذشته یکی از نشانه‌های بالاترین سطح مهمان نوازی محسوب می‌شده. این رسم نشون میده که رابطه مهمون و میزبان در این سرزمین فراتر از یه دیدار ساده بوده. سنت عجیب بعدی سنت زن و چندین عاشقه. در فرهنگ سنتی مغول‌ها زن‌ها آزادی‌هایی داشتن که توی خیلی از فرهنگ‌ها دیده نمیشه. یکی از رسوم شگفت‌انگیز این بود که زن‌ها میتونستن چندین عاشق داشته باشن و این موضوع به عنوان بخشی از انتخاب طبیعی یا قدرت زن پذیرفته میشد. همین رسم باعث شده بود نقش زنان در جامعه مغول‌ها متفاوت از جوامع دیگه باشه. و باز هم عجیب‌تر از اون سنت ازدواج مسافرتی بود. یکی دیگه از عجیب‌ترین رسوم مغولستان چیزی به اسم ازدواج مسافرتی بود. یعنی مرد به سفر میرفت و در مسیر خانواده‌ای رو پیدا میکرد که دخترش رو برای مدتی به عقد اون در می آوردن. بعد از مدتی ازدواج تموم میشد و مرد دوباره به سفر ادامه میداد. این رسم ترکیبی از پیوند موقت و زندگی عشایری بود. اما همیشه اینطوری پیش نمیرفت. بعضی مواقع مجبور میشدن حتی دختری رو که میخوان بدزدن. سنت ربودن عروس. در بعضی مناطق مغولستان ازدواج با ربودن عروس شروع میشد. مرد با دوستانش دختر مورد علاقه‌اش رو می‌دزدیدن و بعد با رضایت یا گاهی بدون رضایت خانواده مراسم عروسی برگزار می‌شد. هرچند این رسم امروزه تقریباً از بین رفته، اما هنوز در داستان‌ها و افسانه‌های محلی ردپای زیادی ازش باقی مونده. آخرین سنت عجیب این کشور سنت ازدواج سیاره. ازدواج سیار هم یکی از عجیب‌ترین رسوم عشایری مغول هاست. چون مغول ها مدام در حال کوچ بودن، عروس و داماد مجبور بودن مراسم ازدواجشون رو وسط کوچ برگزار کنند. کاروان در حرکت بود و جشن همزمان ادامه داشت. صحنه‌ای پر از رنگ و موسیقی در دشت‌های بی‌پایان مغولستان. مغولستان واقعاً سرزمینی پر از رسوم عجیب و باور نکردنی که هر کدومش آدم رو شگفت‌زده می‌کنه. از سوار شدن روی گوز گرفته تا نوشیدنی عجیب چشم گوسفند، از جشنواره‌های پرهیجان تا رسم‌های باور نکردنی ازدواج. اما حالا میخوام بدونم نظرت تو چیه؟ اگه تو اونجا بودی دوست داشتی کدوم یکی از این رسوم رو تجربه کنی؟ خوشحال میشم توی کامنت‌ها بهمون بگی.